کائنات. هی من اینجا. راستش من اومدم که ازت یه سوالی بپرسم. حتما. چرا همش آدمای اشتباهی و سر راه هم قرار میدی؟ چرا مدام منو میندازی وسط رابطه‌هایی که یکی از یکی اشتباه ترن؟ چرا میذاری عاشق آدمای اشتباهی بشن؟ خب من چیزایی که دوست داری و بهت نمیدم. من چیزایی که بهشون نیاز داری و بهت میدم. منظورت چیه؟ اگه نیاز داشته باشی که شخصی وارد زندگیت بشه که ازت حمایت کنه، من شخصی وارد زندگیت میکنم که بیشتر از همه بهت آسیب میزنه. اگه نیاز داشته باشی با شخصی وارد رابطه بشی که تو رو دوست داشته باشه، من شخصی وارد زندگیت میکنم که مدام بهت ثابت میکنه که دوستت نداره. شخصی که مدام بهت نشون میده لایق دوست داشتن نیستی. اگر نیازمند شخصی باشی که بهت احترام بذاره، من شخصی وارد زندگیت میکنم که تو رو تحقیر میکنه. آخه چرا؟ دنیای بیرون تو، زندگی تو و مخصوصا روابط تو بازتاب دنیای درون توه. دنیا بر اساس ارزش و لیاقتت بهت نمیده، به اندازه نیازت بهت میده. زمانی کسی وارد زندگیت میشه که دوستت داشته باشه که تو خودتو دوست داشته باشی. زمانی آدم درستی وارد زندگیت میشه که تو خودت آدم درستی باشی. شوخی میکنی؟ من تموم عمرمو سعی کردم آدم خوبی باشم. تو نمیبینی من چقدر سعی میکنم دیگرانو درک کنم، ببخشم؟ چقدر تلاش میکنم آدم خوبی براشون باشم؟ خب بگو ببینم، برای خودت هم به اندازه دیگران آدم خوبی هستی؟ خب نه. خوب به من گوش کن. کسی که دوستت نداره میاد تا به تو یاد بده عشق و نباید از کسی بیادایی، و قبل از اینکه منتظر باشی کسی تو رو انتخاب کنه، باید یاد بگیری خودتو انتخاب کنی. کسی که به تو بی توجهی میکنه میاد تا به تو یاد بده نباید برای دیده شدن خودتو خرج کنی. گاهی سکوت یادم به تو یاد میده که نباید برای شنیده شدن فریاد بزنی. کسی که بهت خیانت میکنه میاد تا مرز بین اعتماد و نادیده گرفتن حقیقت رو بتونیش تا بفهمی وفاداری به دیگران نباید به قیمت خیانت به خودت تمام بشه. کسی که برات ارزش قائل نیست میاد تا به تو یاد بده ارزش تو چیزی نیست که دیگران تعیین کنن. اگه کسی تو رو ارزون قرار نیست خودت ارزون کنی تا با قیمت نگاه اون هماهنگ. کسی که مدام تو رو با دیگران مقایسه میکنه میاد تا بفهمی قرار نیست برای اثبات کافی بودن تو مسابقه شرکت کنی که حتی خودت قوانینش رو ننوشتی. یادت باشه تو مسیر خوب بودن برای دیگران تبدیل به آدم اشتباهی برای خودت نشی.